چطور 5000؟ ما سند 2000 لیرگی امضا کردیم. 2000 هم زیاد است امیر جان. اولا ما مجبور هستیم پول بیمه رو بپردازیم. از شرایط خود خبر دارین. دیدی وقتی که سند ناخوانده امضا کنی البته که همه تو میشه. دختر بلیاز خدا، تو طرفدار کی هستی؟ ما 2000 لیره میتونم. موضوع باید بسته شود. چی؟ با 2000 لیره جرامت میکنی؟ دختر تو آقا پیسه را از کجا کردی ها؟ پیسه پانتونم است. او را میتونم. چوب. بفرمایید. دهی 2000 لیره است. سنده برای ما بتین. سندایی را که امضا کردی همی است. شد و خیر گذشت. دیگه پیش از امضا کردن باید 2 بار فکر کنی. مجبور نبودی این کار کنی؟ به خاطر مجبوریتی کار نکردیم. بیا که از اینجا بریم. شما این دختره دعا کنین. اگه نیمه بدا چرا این کار کردی؟ ما چی کردیم؟ چرا با اونا پیسه دادی؟ اونا خو مرا فریب داده بودن. اگه من پیسه تو را نمی پرداختم اونا با نرخ روز لطت کرده به شفاخانه روانت میکردن. تو همه تو فکر میکنی. من اول زور اونا را ارزیابی میکردم، بعد از او وارد مرحله هم نمیشم. راست میگی. تو درست میگی. بر علاوه از اینکه هنوزم از من تشکری نکردی بسیار عجیب است. بسیار تشکر. خواهش میکنم. این دفعه دومی بود. دومی چی؟ ای که زندگیت نجات دادم. بار اول از غرق شدن نجاتت دادم. البته اگه یادت باشه حالی هم از بستر شدن به شفاخانه. اولیش خوب فراموش کردی اما دومیشه نباید فراموش کنی. خب به هر حال تو دیگه برو، اگر این پروازت ناوقت میشه. خب البته پروازه نیست که من دست به تو میش. چطور یعنی؟ خب نیست دیگه، تمام پیسه رو به اونا دادم. حالا اگه بخوایم من به خاطر خریدن تیکت پیسه ندارم. یعنی چی که نداری؟ دختر تو تمام پیسه تو با اونا دادی، چرا؟ بچه اگه پیسه نمیدادم اون بعد مشا مثل کاغذ دیواری در دیوار لشت میکردن. خب خیالت چطور بخونید میری؟ هر وقت قرضت پرداختی میرم. بر علاوه هیچ عجله ندارم، هر وقتی که تو خواسته باشی پرداخته میتونی. درست است، اما من فورا نمیتونم قرضت بپردازم. اول باید کار پیدا کنم. از بابا جانم خواسته نمیتونم. میگه که پیسه رو چی میکنی؟ درسته، تو اول کار پیدا کن بعد از اون قسطوار به من بپرداز. دقیقاً. مام تا اون وقت در خانه شما مهمان میباشم. بله دقیقاً. چی؟ در خانه ما مهمان میباشی؟ بله، با این مفلسی کجا رفتم میتونم. میبینی که امیال دیوانه واره خنده میکنم. اگه مفکوره خوبتر داری امیال بوگوتا یک جای خنده کنم، درسته؟ دختر تو عقلت از دست دادی؟ بابا جانم اجازه میده که اونجا باشی؟ اگه بابا جانم اجازه بده امیم اجازه نمیده. بابا جانم اجازه نمیده که اونجا باشی. چی فرق میکنه ها؟ تو مرا تو پنهان به خانه ببر. مام اما تو پنهان به حیث مهمان میباشو. تو چیزی را که میگی خودتو میشنوی؟ متوجه هستی که چقدر گپای احمقانه میزنی؟ اما چرا؟ از بیرون خانه شما بسیار مقبول و کلام معلوم میشه. یعنی چی بفهمم؟ شاید یک اتاق مخفی داشته باشه. در اصل اتاق برای منظور ممی است. تو مرا تو پنهان داخل میبری. من اصلا صدای من نمیکشم. هیچ کس
بویام نمیبرن. هر از اینها اقسم آیستا را میرم. حتی تو متوجه را رفتنیم نمیشی. نمیشه تو یک چیز امکان نداره. در اون صورت مامی موضوع قرضت و پدر جانت توضیح میتم. تو مرا تهدید میکنی؟ نه خیر، همراه جرامت میکنم. دختر تو چه قسم یک مصیبت هستی؟ من فرشته نجاتت هستم. هم به تو هست. ای با ما؟ بیبی امی که قرضت پرداختم از اینجا میری، زود میری. درست است. به علاوه اگر در خانه کسی دیدت مرا نمیشناسی. چی؟ تو کی با آدم عقل میمونی؟ بریم. خسته نباشین. بسیار تشکر خانم نسرین. چطور هستین؟ والا از 20 دقیقه پیش که پرسان کردین کدام تغییر در حالم آمده. براتون بوریک آماده کردیم. چقدر زود آماده کردین؟ مزیشه نمیچشین؟ حال میچشم. راستش متعجب شدم. بسیار مزه‌دار است. ما حالا که آمدیم من تو میگیرم. از شما بسیار خوبش میباشه. مجبور هستی که بسیار آرام حرکت کنی، فهمیدی؟ حالا تو چی میکنی؟ بسیار تیز و بی صدا. بیا. خب چقدر میخواین؟ بیا. دروازه رو آسا بسته کن. ایره بگی. بنا بده. بیا. شکر خدا امیم رفت. دختر تو چی میکنی؟ هر لحظه کنه وارد جانم میچسبی. من تشویش هستم که در بیرون چی گپ است؟ حالا از پشت شیشه دیدنم جرم است؟ درست است. خطر تیر شد. خدا رو شکر که اینجا رسیدیم. به خدا. درست است. حالا برم دیگه. کجا؟ بیرون. به من جای ماندن منشون نمیدی؟ انشالله یک اتاق هوادار و منظره‌دار دارین که اونجا میباشم. امکان داره که نداشته باشیم. البته که داریم، اما متاسفانه که پر هستن. من براتون اتاقای تاریک و قید ما رو پیشنهاد میکنم. گپم خنده‌دار بود. به نظرم از شوخی احمقانه تو که خنده‌دار بود. آی چتیا تبان به مجای بودن منشان بته. بیازو از تو فتره ایستاد هستم. بسیار خسته شدم. جان در جانم نمانده. میخوایم پیش از غذا یک حمام کنم، لباسای من تبدیل کنم، بعدش همه تو جانو نخوام شوم. بیازو وقت غذا آماده شد تو بیدارم میکنی. دختر جان تو وقتی داخل آمدی کدام جای دیدی کاروانسرای نوشته شده باشه؟ نه. در اون صورت برات التماس میکنم چی میشه وقتی گپ میزنی کمی از عقلت کار بگی. اون وقت تو هم سر خود بسیار خنده میکنی. استاد باش. کجا میری؟ جای ماندن تو هم اینجاست. گفتی اینجا؟ بله. یگانه جایی که میتونم تو رو از خانوادیم پنهان کنم هم اینجاست. بیبی چقدر خوشبخت هستی. یک توشکم اینجاست.
یک کمی گرد و خاک داره اما مجبور هستی گذاره کنی. دزم وقتی کلگی خواب شدن ما به خوردن و نوشیدن برات یگان چیز میارم، حتی کمپلم میارم. خدا خیرت بده. خدا برات آرامش بده. خداحافظ. راستی وقتی تاریکی شد نباید چراغ روشن کنی، درست است؟ نباید در تاریکی باشم؟ متاسفانه. به علاوه حس پنجمت درست کار میته؟ حس پنجمه؟ اگه در نیم شب صدای موش موشه شنیدی نترس، درست است؟ اونا کاملا خونگیستن. مطمئن باش که فقط بویت میکنن و میرن. شب بخیر. شب بخیر. شبتان بخیر. شبتان شب بخیر. بخیر. چی کنم؟ غذای شب بده بیرون بخورم یا ده خانه بخورم؟ اگه حال خانه برم دی بیرو بار پیش از اینکه خانه برسم از گشنگی میمرم. در اصل یگانه رای حلش ای است که دم اینجا به خود یک خانه بگیرم. توی کرایه ها را ببین. در سابق با این پیسه خانه خریده می شد. بله رئیس صاحب. خدیجه دخترم در شرکت هستی؟ نه در شرکت نیستم. نو برآمدی؟ بله نو برآمدم. ما در رستوران شرکت هستم. پس به شرکت بیایم؟ اگه بیایی خوش. درست است رئیس صاحب. رئیس صاحب. بیا دخترم. خوش آمدی. میبخشی که در این وقت تو را از راه دور دادم. بیشی. نه خیر رئیس صاحب مهم نیست. گردن بندتان کجاست؟ امشب با خانم موگم ملاقات دارم. نمیشد که در او حالتم راش رو برشم. از او خاطر بیرون کشیدمش. به هر حال من اینجا را انتخاب کردم. در جای دیگر روزنامه نگارا پیدا میشه و باز برای ما درد سر جان. درست فکر کردین رئیس صاحب. ای از تو هست. بگی. ای چی است رئیس صاحب؟ ای یک چک کوچک است. همراهی به پدرت یک تحفه مقبول میگی. اما به ای چی ضرورت است رئیس صاحب؟ خدیجه میفهمم که برای ما چقدر زحمت کشیدی. دیشبم تمام شب همراه ما بودی. در محفل سالگرد پدرتم اشتراک نکردی. کم از کم برش یک تحفه خرد بگی جانم. بسیار تشکر رئیس صاحب. خواهش میکنم دختر. بفرمایین خوش آمدین. آمد. رئیس صاحب اگه کدام امر دیگه نداشته باشین من رفته میتونم؟ درست از دخترم رفته میتونم. شب بخیر. برتان چانس خوب میخوایم. شب بخیر دخترم. راستی خدیجه با پدرت از طرف مام تبریک بگو. بچشم رئیس صاحب. ببخشید. خیرت است. تا آمدن مهمانتان میتونم امرای شما یگان چیز بخورم؟ بسیار خوش میشم. بفرما بیشی. برای خدایا. الله خدا میفهمه چی پخته کردن. فکر میکنم گوشت سرخ کردن. آی امیر جان چرا پیش من نمیایه؟ من اینجا از گشنگی خود مردم.
درست است. میفهمم تو هم گوش نشدی نه؟ اما یک کمی دگم صبر کو. درست است؟ اوف. بچه‌م امروز زیاد برات زنگ زدم اما تلفنت خاموش بود. چرا؟ بابا جان تلفنم دیشب شکست، از او خاطر خاموش شده بود. وقتی متوجه نباشی البته که مشکنه. کم دال پخته کردیم. از شاشتم پالک و مکرونی مانده بود. خوب است نرمین، خدا خیرت بده. خدا خیرت بده عمه جان. حال یک بشقاب اینا رو میخورم، بعدن کمشم با اتاقم میبرم. با اتاقت میبری؟ بله. بچه‌م چرا با اتاقت میبری؟ همینجا بشی بخو. نه قسم خوب میشه، من از طرف شب گوش نمیشم، باز میخورمش. او تو یک چیز نمیشه که نعمت به اتاق ببری، گناه داره. اگه گوش نشدی پایین بیا و از یخچال بگی. جیلان خود به او موتر رسانده تا نیست؟ قرار بود در طیاره بره، حتما رسیده. امیر جان. بله بابا جان. پیش تو خود شمارش هست، یک بار زنگ بزن. پیش من نیست بابا جان. آدم شماره نامزاد خدا ثبت نمیکنه بچیم. او دختر نامزاد من نیست همه. لطفا دیگه این موضوع احمقانه رو بسته کنین. اینجا خود جیلان نوشته. تو خود گفتی نامش رو ثبت نکردیم، چرا دروغ میگی امیر جان؟ این چطور امکان داره؟ بله. وقتی که دیدیم از این زدیم بسیار متعجب شدی نه؟ تو شماره من از کجا پیدا کردی؟ قسمه که خانه تا پیدا کردم ایران پیدا کردم. تلفنت پیش من مانده بودی، من شماره خودت پیش ثبت کردم. چقدر خوب فکر کردی واقعا. بله. آقای امیر جان پرسان میکنم تو چی وقت میایی؟ بسیار گوش نشده. حال ما در سر نان هستیم. بابا جان و عمیم هم همراه ماست. امی که غذای ما ختم شد با او کارم رسیدگی میکنم انشالله. دازم پیران ما پاره شد. من چی خدمت کنم؟ خدمت چی بچیم؟ بچیم پرسان کو که پروازش چطور بود؟ راحت رفته؟ بابا جانم پرسان میکنه که پروازش چطور بود. پروازه؟ بسیار خوب تیر شد بابا جان. طیاره هیچ تالش نداد، حالیم در خانه‌اش است. درست است فهمیدم. امیر جان بلیاز خدا کمی عجله کو، نمیخوایم اینجا از گشنگی زوف کنم و تو موشو شو. درست است، من به زودترین فرصت پیشت میایم. شنیدی بیادر؟ به زودترین فرصت به کاپادوسیا میره. شنیدم. میشه کمی نان بتی؟ این کار حتما میشه. در اون صورت محال قطع میکنم، بعدا دوباره همراه تماس میگیرم. درست است. خداحافظ. زنگ بزن بچیم، گوش کنی دختره تنها نمونی، حتما زنگ بزنی. من فردا به بازار میرم و به خاطر عروسی یگان پیراهن میخرم. خوش آمدین آقا. خوش باشی دلارا. تو نو بکر شروع کردی؟ بله آقا 3 روز شده. بسیار خوب است، عالی است. فردا با مدیر بخش منابع بشری زنگ میزنم تازه بسپارم. بسیار تشکر. نام من هلوک است، معاون عمومی و عضو هیئت رهبری شرکت. آقا من شما را میشناسم. واقعا؟ چطور؟ در روزنامه شما را دیده بودم. فهمیدم. اگر رستوران باز باشه اگه چیز بخور. بله باز است، بفرمایید. اگه باز هم نباشه هیچ گپی نیست، من میتونم بازش کنم چون اینجا از پدرم هست. راست میگین. راستی پدرتون هم در اینجا آقا؟ پدرم هم اینجا. بله همه خانم خدیجه غذا میخورن. امیر جان بچیم یک بشقاب دگاه مانده، او را برات بندازم. نه بشقاب کلان باشه، بازپسان میخورمش. نوش جان. خوش آمدی بچیم، بیا با تو هم غذا میکشم. زیاد گشنه نیستم اما کم بکش. بچیم به خاطر حالتت بسیار جگرخون میشم. نه درست غذا میخوری نه درست میخوابی.
او بنده خدا یک دفعه چهار طرف خودم میبینه که از مردم پر است و بسیار تعجب طرف راست چپ خود سیل میکنه. حیران میمونه که چی کنه. بعدن یک دفعه به دویدن شروع میکنه. خدا میفهمه که کجا رفته. دختر حتما موگست. انشالله که خودش هست. انشالله که خودش هست. بله. سلام آقا حسن. بعد رقم در ازدهام بند مانده بودم. یک کمی ناوقتر میایم. خواستم میره براتان بگویم. بسیار میبخشید. هیچ مهم نیستش. بیا زود از ظرف 10 دقیقه اونجا میرسم. هیچ تشویش نکنید. انشالله. فعلا خداحافظ. با امید دیدار. همچنان. ما چی گفتم؟ گفتم که همچنان. بله رئیس صاحب ما قسم گفته. وقت همراهی خانم گپ میزنم عقل و هوش از سرم میره. اما به هر حال ملاقات ما را فسخ نکد و میآیم. جانم کمی ماستان بخو. دختر که امروز سر صدا میکرد چی شد؟ نامش جلان بود. چی بود؟ ما همراه کسی سر صدا نکردیم. با جایی که پشت دختر رو بدوی کار پیدا کن. حداقل یک روز تو هم غذا بیار سری میز. بنیامین نمیخوایم سر دسترخوان گفتگو کنیم. ما بیازو گفتگو نمیکنم پدر. فقط با بیادرم هشدار میتم. دایی خانه کلگی کار میکنه، اما یگانه غم جناب محترم خوشگذرانی همراهی دختر است. ما از قسم زندگی خوش نیستم بیادر. کار دیروز نتیجه نداد. صبا دوباره با کار پالیدن شروع میکنم. تشویش نکن. راستی احمد گفت که امروز به خاطر پرسیدن حساب به شرکت رفتی. چطور شد؟ رفتم. بیابشان کردم. بسیار معذرت خواستن. گفتن میبخشین اشتباه کردیم. یعنی کدام جنجال خونه است؟ نه بابا جان جنجال چی؟ از ما بسیار میترسن. میفهمی مرا لالا میگن. خب پیسه تابلت هایی که با پلیس تسلیم کردی را ازت نخواستن؟ پیسه چی؟ چی بفهمم؟ حتما یگان سند تضمین سرت امضا کردن. بگی بچم او بنوش. نان دگلونم بندمان. نزنین. خب سوال بیادرت جواب ندادی. سرت کدام سند منده امضا نکردن؟ نه بابا جون سند چی؟ امکان داره تو چیز امضا کنم ما؟ والا بیادر است تو توقع هر کاره میره. درست گپ بزن لالا. ما بیازو درست گپ میزنم. چیزی که تو را راحت میسازه امی است. نمیتونی همراه میخواستم رفتار کنی. در مقابلت کدام طفل نشسته. یک آدم کلان رفتار کو و با دردی یک کار بخور. از مفخوری دی خانه به شرم. هر کس که دلش میشه مرا تبیین میکنه. به خاطر که دکتر شده و در شفاخانه کار میکنه دیگه هیچ کس در نظرش نمیآیه. نه بیادر وقتش رسیده که من از این خانه فرار کنم. بخیر عروسی میکنم و از اینها نجات پیدا میکنم. جیلان غذام ده اونجا ماند. حالا چی خواد کردم خدایا؟ رئیس صاحب کاش که با شما یک جای رومانتیک و منظره‌دار رزرو میکردم. حق با تو است. بعد از جنگ با خانم موگا ای اولین ملاقات ماست. اما ترسیدم که خانم موگا عصبانی نشه و کدام حادثه برپا نکنه. باز آبروی ما میرفت پیش مردم. کاملا راست میگین رئیس صاحب حق با شماست. نظر بایی که مهمانتان در راه است ما که با اجازه تان میرم. اگر نی پدرم با تشویش میشه. درست است دخترم. ازی که در وقت انتظار مرا همراهی کردی بسیار تشکر. رئیس صاحب سپری کردن وقت همراه شما با من افتخار است. خدیجه از یک خواهش آخری دارم. البته بفرمایید. حالا که از رابطه ما و خانم موگا خبر نیست به خاطر که در او وقتا ای در خارج از کشور مصروف تحصیل بود. اگر ما و خانم موگا امشب آشتی کنیم و به رابطه خود ادامه بدیم نمیخوایم که آلوک از این گپ خبر شوه. وقتش که برسه ما برش آهسته آهسته میگم.
به خاطر که دهی اواخر مخالف هر کارم است. در رهبری شرکت با هر تصمیمی که میگیرم مخالفت میکنم. مرا به عنوان یک آدم کوتاه فکر میبینم. بعض اوقات کاملا واضح و آشکار با نمود میسازه که به چوکی ما چشم دختره. اگر از رابطه ما و خانم موگه خبر شوه کاملا دیوانه خواهد شد. فکر میکنم از او قسم زنا پیسه مصرف میکنم، در حالی که ما خدیجه خانم موگه را دوست دارم و مطمئن هستم که او من دوست دارد. شما هیچ تشویش نکنین رئیس صاحب، راز شما رازم است. بسیار تشکر. شب خوش. شب خوش دختره. آقا هالوک داری ما ترقاندین. چی شده خانم خدیجه؟ چرا خدر ترسیدین؟ راستش تو یک دفعی پیدا شدین ترسیدم دیگه. اگه ایده سرسرک می بود حال وقت یک کوری بود در فرقتان خورده بودین. دلیل ای استرس و ترستان ای میتونه باشه که من شما را گیر کردیم. بسیار میبخشین، اما میشه بگوین که دقیقاً مرا دستنای کدام کار گیر کردین؟ من باید از او رفتار گستاخانه و بی‌باکانه شما میفهمیدم. من خو هیچ نفهمیدم که منظورتان از ایگه پا چی است. با دلیل علاقه‌مندی که به پدرم دارین همیشه همراه ما گستاخانه رفتار کردین. متوجه نفهمیدم. حتما شما خواستین که در هر خوشی و مهربانیش فقط متوجه شما باشه، همتون نیست؟ شما چی چطیات گفته میرین ها؟ در اثنای برآمدن و خنده های قهقهتان دیدم. حیف است. خدا میفهمه چطور فکر و هوش او بیچاره را منحرف ساخت. میشه کم واضح تر گپ بزنین لطفا؟ امشب شب آخرتون بود. دیگه بازی ختم شد. حالا دیگه اعتراف کنین. در بین شما و پدرم چی هست؟ این داستان مخفیانه عاشقی از چی وقت شروع شده؟ چیزی را که میگین خودتان هم میشنوین آقا هالوک؟ نه درباره خودمون نه درباره رئیس صاحب اجازه میتونم که قسم چت یاد بگوین، فهمیدین؟ من مجبور نیستم که به خاطر گپایم از کسی اجازه بگیرم. من کل چیزا با چشمایم دیدم، خصوصا اون خنده های قهقه و او دست گرفتنا. حال گوشایتان باز کرده و گپای ما بشنوین. بین ما و رئیس صاحب او رابطه بیشرمانه‌ای که شما فکر میکنین امکان نداره که وجود داشته باشه آقا هالوک. رئیس صاحب مثل پدرم است. من اینجا فقط به خاطر ای بودم که در وقت انتظار کشیدن تنها نباشن. کسی را که به غذا دعوت کردن من نیست. خب پس کی است؟ لطفاً در وقت گپ زدن طرف ما ببینید. خانم خدیجه شما چی میکنین؟ میخوایم که شما مرا ببینید. زود دستایتان رو پس کنم. یک لحظه پس میکنم. بسیار میبخشن که منتظر میمانمتان. یک لحظه. خانم خدیجه وردول میگن دستایتان رو پس کنم. پچقم کردن. ما باید عاجل یک گزارش نوشته کنم. با اجازهتان. برو بچم. شب بخیر آقا هالوک. شب بخیر. شما نرفتین آقا هالوک؟ رفته بودم، ازدحام بود پس آمدم. بسیار کار خوب کردین آقا هالوک. اینجا بیا. بیا 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 بیا. تو معاون خانم خدیجه بشرا هستینی؟ بله آقا. بشرا، میخوایی در شرکت ترقی کنی و به مقامای بلند برسی؟ البته که میخوایم آقا. پس وظیفه نوت مبارک. گفتین وظیفه نوم؟ تو بعد از این جاسوس خاصم هستی، اما این گپ غیر از ما و تو هیچ کس دیگه نباید بفهمه. فهمیدی؟ فهمیدم.
جاسوس خاص؟ پس میخوای که درباره من همه چیز بفهمم مترس؟ نمیفهمم که چرا یک دفعه از من تو یک چیز میخوای، اما راستش بسیار عصبانی بود. آقا هالوگ وقتی که گفت به هیچ صورت به خانم خدیجه چیز نگویی، بسیار به تشویش شدم. بسیار ترسیدم که سر شما کدام بلایی نیاره، از او خاطر خبر دادم. تو بسیار کارو خوب کردی. خب حال من چطور میشم خانم خدیجه؟ میبینین جاسوس شدیم که دو طرفه نقشه بازی میکنن. والا هر کاری که رئیست برات گفتم رو انجام بده. او هر معلوماتی که میخوای برش میدی. اگه به شما مشکل جور کنه باز تو درباره من هیچ تشویش نکن. من بسیار خوب میفهمم که او آدمه چطور برام بیارم. خانش که هر کار میخوای انجام بده. درست است خانم خدیجه. خب خداحافظ. خداحافظ. آی خدایا، آدم با صدای شکم خود بیدار میشه. ای چی حالت؟ امیر جان تو کجاستی؟ چرا برام غذا نمیاری؟ به خدا کم است که از گشنگی بمیرم خدایا. اوف. چارچ موبایلمون خلاص شده. حالا چی خود کردم؟ قسم است که تباه شدم. امیر جان؟ امیر جان تو در اونجا چی میکنی؟ داخل خانه می شدم. اما دروازه خانه خو او طرف است. بیادر میفهم که دروازه کدام طرف است. احمق خونه ایستم دیگه. بس است خدارم سرم فشار نبیارین. در بین او خلطه چی است؟ از دکاندار یگان برگر و نان خشک و بیسکیت و آب میوه خریدیم. از شبی چیزا را نخور. بیازو از اینکه تا صبح در کامپیوتر گیم میزنی چاق شدی. صبح روز مریض شده بالای جان ما میشی. حالا کل چیزا مانده پشت غذا خوردن ما گرفتی؟ ما پشت غذا خوردنت نگرفتیم. میفهمی پشت چی را گرفتیم؟ من نمیخوایم که تا صبح بیکار بیشینی گیم بزنی. این صدای چی بود؟ کدام صدا؟ از این اتاق یک صدا آمد تو نشنیدی؟ بچیم در داخل کدام گپی هست؟ فشکاست. راستش لالا ما باید واقعا یک کار پیدا کنم. نمیشه با من همکاری کنی؟ در هر جای درخواست کار میتن اما در هیچ جای برام وظیفه نمیتن. دیگه در فکرم چیزای بد بسیار خطور میکنن. نگو احمق. میتونم کل چیزا توضیح بدم. نه دیگه. اینجا بیا. بیادر جان من برای چند بار گفتم اگه از این بایسکل استفاده میکنی بعد از استفاده آدم واره استادش کن. ببین بازم به زمین افتیده. راست میگی به خدا. دفعه دیگه بدون اجازه ای بایسکل سوار نمیشه. فهمیدی؟ فهمیدم. فقط ضرر و تاوان میرسانی. بس از دیگه یک کمه خودت جمع و جور کو بچه. حالا بیا دیگه. درست است آمدم. زود شو بچه زود شو. حالا تو چرا قال مقال میکنی؟ گناه من چی است؟ توبه توبه.
امیر جان خواب هستی بچم؟ خواب هستی؟ فردا صبح از بیادرت معذرت بخوای، درست است؟ هوش کنی، فکر نکنی که من از او پشتیبانی میکنم. به نظر من خو هر دویتان ملامت هستین، اما در این قسم حالات معذرت خواستن وظیفه خرداست. به خاطر که بتانیم در یک خانه با آرامی زندگی کنیم باید از همدیگه معذرت بخوایم، درست است؟ فعلا شب خوش. بابا جان بگو بچه. ما پیش از بیادرم باید از تو معذرت بخوایم. باز چی کردی؟ نه کاری نکردیم. خاطرتان جمع باشه، اما تو به صورت عموم گفتم میخوایم که به خاطر تمام دردسرایی که جور کردیم معذرت بخوایم. ضرور نیست از من معذرت بخوایی. اشتباه کده زندگی را یاد میگیری. از اشتباهی که مرتکب شدی درس میگیری، یا که این اشتباه را دوباره مرتکب میشی. مهم ای است شما کلتان به من تحفه های بزرگی هستین که از مادر مرحومتان ماندین. من شما را از جان خود کدام زیادتر دوست دارم. از او خاطر هر قدر اشتباهات بزرگ مرتکب شوین من بازم شما را دوست دارم. حالا بخواب. فردا با هم یک جای یگان کارمار میپالیم. درست است بابا جان. بابا جان. بله. یک موضوع دیگه هم است که میخوایم براتان بگویم. چی است؟ راستش او دختر که ادعا میکرد نامزادم است نی؟ من به تو اعتماد دارم. میفهمم که بین تو و دختر هیچ چیزی نیست و اتفاقاتی که رخ دادم کلش یک سوء تفاهم بوده. بسیار تشکر، اما او دختر فعلا در چیز است. من همراه او قسمی که لازم بود گپ زدم، بعدن به خانهش روانش کردم. فکر نکنم که دفعه دیگه بیایه و ناراحتت بسازه. بسیار خوب، شب بخیر. امیر جان. از بیرون یک صدا نامد. نه امیر جان حالا بیرون برای. والا یک نفر تو را صدا داره. توبه. مطمئن هستم که کسی امیر جان گفته میرفت. مطمئن هستم که یک صدا به گوشم آمد. حتما پشک بوده بابا جان. بچه پشکم امیر جان گفته میتونه. اونا خب میو میو میکنن نه؟ صداشون همراه باد یک جای شدن میو. شاید به گوش شما امیر جان آمده باشه. فکر میکنم در اونجا کسی هست. یک رقم سایه دیده میشه. شاید سایه خودت باشه. دیگه کی بوده میتونه؟ به هر حال خوش شو. صبح باید وقت بیدار شوی. شب خوش. شب خوش. امیر جان تو هنوزم خواب نشدی؟ خواب شدم اما پس خیستم. راستش در یادم آمد که دندانهای ما برس نکردیم، از او خاطر. خود بین او پلاستیک چی هست؟ کدام پلاستیک؟ امویی که در پشت سرت پوتش کردی. ایره میگی؟
از دکان یگان خوردنی گرفتیم. وقتی گوش نشوم میخورمش. اینا رو آشپزخانه میمونم. بته من میمانمش. نه خودم میمونمش. بته من میمانمش. توبه میگم که تو به تکلیف نشی. تو چرا اینا رو میخری بچم؟ اینا رو چی میکنی ها؟ اما تو دلم شده بود بابا جان. نباید اینا رو بخوری. در ضمن قسم چیزای شیرین شکم آدم کلان میکنه. والا راست میگی بابا جان. حالا برو دندانایت برس کو. شب بخیر. شب بخیر. بچهش یک دختر ارزش مشکلات داره. اگه دوست دخترم می بود یک چیزی. نرمین جان خواب نشدی؟ نه هنوز خواب نشدیم. بیادر. خواهر چند بار گفتم که در رویت قسم چیزا رو نزن. تو به خیز چیشک جور کردی. چی حال است؟ قسم است که یک روز قلب من استاد میکنی. خدا نگاه کنه بیادر. چی کنم؟ به خاطری که جلدم کمی جوانتر و تازه تر شوه تو کردیم. بسیار میبخشی. بعد از این سن جلد جوان دیگه چی به درد میخوره؟ بیادر چرا در این وقت شب روحی مرا خراب میکنی؟ نرمین ما دیگه پیر شده. حتی اولادای ما کلان آدم ها شدن. بعد از این سن و سالی چیزا فایده نداره. تو هم راست میگی بیادر. اما بازم دل آدم آرام نمیگیره. جیلان مستم ما برات غذا آوردیم. یعنی برات کاکاو آوردیم. باورت میشه اینجا خانه نیست. بیخی کمپ نازیاب است. فقط حالا آمده تانستان. باور کن. جیلان خواب شدی؟ داخل میایم. جیلان چی کردی؟ لباس پوشیدی یا نه؟ من چشمای خود باز میکنم. با کلگی آب بردم اما خودم یادم رفتم.
چی گپ هست؟ باید زود پایین بریم. نخورید. ده اینجا چی گپ هست؟ پدر دوزگیر کردم. کاکا ساله برش یک چیزه بگو من ایلا کنم من خود دوست نیستم. جلان امیر جان یک کاره کن چی میشه یک کاره کن من نجات بده. پدر بلیاز خدا این دختر کی است؟ امیر جان لطفا یک کاره کن.